قسمت قبل دیدید که ما اومدیم تمام وسایل‌های بو رو باز کردیم و گفتیم که میخوایم این کاغذی رو بکشیم. اول اومدیم سمت راستش کشیدیم و اومدیم سمت چپش هم بکشیم، یعنی اینکه این کاغذ رو میخوایم بکشیم و تا بکشیم باید سیستم و پنوماتیک و دست‌ها یعنی رنگ و اینا باید بیاد روش تا بتونیم میخوایم رو بکشیم. از اینجایی که ما تمام اینا رو بس کردیم وقت دراش هم بس میکنیم تا این رو خوب به ما بده. بعد دراش قراره که این سیستم رو هست که فکر کنید این سیستم با این رنگ چه ماشین قراره بمونیشونه و تمام وسایلش رو دستاز میذارم